یک ویدیوی جدید آوردیم براتون وطندارا. از حسیب قوای مرکز است که در زمان جمهوریت این آدم چه کارایی نمیکرده، چه خلافایی را که آدم انجام نمیداد. ویدیو رو ببینیم. طیاره در آسمان بره، طیاره رو در آسمان میزنم، موتور در سرک نمیمونم. برات میگم گردنه باغ بالا الا جوی شیر، کلش منطقه است. با نام حسیب قوای مرکز به امر یک نفر بود که فین آمد مارکت روز روشن داد. یا میزنم یا پیسه از پیشت میگیرم. من اگر زنم یا با ما یک لیست 6 نفری را دادن، تقدیمم کردن که بدر دیلا سر لیست قماندان صاحب گلایدر خان که باید یادم از بین بره، در بدلش 25 لک افغانی به ما داده میشد. در رد از او برادر عبدالحمید خراسانی، در رد از او مولوی صاحب متوکل، در رد از او برادر یک مولوی دیگه در 315، در رد از او یک تا دیگه معاون دارالعلوم در یعنی 315 بود، در 315 دارالعلوم از معاون ازی گفت که تو باید این مردم ها رو از بین ببری، در بدل هر کدامش 25 لک افغانی به ما میدن. حدودا از 9 دکاندار در اینجا باج گرفته، از 10,000 شروع الی 30,000 دلار به حساب باج گرفته. سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيد. پاش تو خواندن نه دیگه شما بس بابا راست خواهان زن رای با کی داری؟ با خدا دکتر صاحب نو که کل که تا سیاه کده حالا اینو که کل که به خاطر سیاه کده مجبور که باش چی میشه میگن از حق خود دفاع آنه. چطور رای دادی؟ تو رای نمیدادی؟ حالا ایتی اگه از به خاطر مجاهد بودنش دادیم رای برس یکی هم یار قهرمان ملی واقعا به خدا سرم تقش میگیری. رئیس هم برازه فهم رئیس هم بیانر دیدیم که اعلان حمایت کنه امرو که یک رای میدیم جانا در خطر دادیم در مراکز رایدی رفتیم با قرآن دل شیر در دل نفر بونی میرم تو جای رای میدیم با خدا رفتیم رای دادیم هم تو آمدیم. ما نه رای دادیم خب کدیم اگرم خدا شب بده رمی دفعه دو دفعه شد که رئیس جمهور میگم دفعه اگر نکنه ای بیخی باید مرگ از برش دیگه وطن اعلان کنه و بعد زنم